دلخوشی هایم وفای مادرم باشد. ندارم هیچ پروایی، دعای مادرم باشد. بهشتت را نمیخواهم، خداوندا تو میدانی. جان بادا فدایت مادرم، مادر خوبم، و قربان سر و پایت مادرم، مادر خوبم. مادر ای جان جانم، فدای روی مهربانم. تو گل باغ دل منی، روشنی چشم و زبانم. مادر را برم، مادرم روشنی تاج سرم. خانه اورم پاک روشن توی، چین مرا این دخترت تدخل. آسمانی پر از میتارم، دشتی پر از گل، تقدیر و آنی که بهشتی را پایانجا دارم، و مادرم که مهرش معبر زرده تو. تمام دلخوشی هایم وفای مادرم باشد. مادر ای زیباترین تصویر عشق، مادر ای بالاترین تفسیر عشق، مادر ای والاترین والا مقام، بهترین گل در گلستان پیر عشق. روایت روز، تصویر امروز و آینه دیروز. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت تمام شما حضار گرامی. امید که خوب و صحتمند باشید، لباس عافیت بر تن داشته باشید و ایام و کامتان باشد. امروز یک روز بسیار زیباست، روز مادر است، روزی که واقعا یک روز بسیار خاصی هست. ما هر قدر که از مادر بگوییم باز هم خیلی کم است، چون مادر زیباترین و مهربانترین موجود دنیا هست. مادر بزرگترین نعمتی برای ما هست، پس باید قدرش را بدانیم. من امروز میخواهم یک پارچه شعر را که تهیه نموده ام به دست دکلمه بسپارم. امید که مورد پسند شما عزیزان قرار گیرد. مادر ای زیباترین تصویر عشق، مادر ای بالاترین تفسیر عشق، مادر ای والاترین والا مقام، بهترین گل در گلستان پیر عشق، مادر ای بیخواب شبهای جنون، نام تو بالاترین تعبیر عشق، با محبت، با صداقت، با وفا، مادر ای محکمترین زنجیر عشق. خانه با تو خانه صلح و صفاست، ای برای دلخوشی تدبیر عشق، ای که هستی بهترین سنگ صبور، روز یا شب هر زمان درگیر عشق. تشکر. حیوانی باغ جنت زیر پای مادرت، شاد گردان مادرت را تا باشد راضی به تو، چون رضای ربی تا در رضای مادرت. چه بودی بی تحرک، بی تفاهم و بی بیان، بی ایهام بی جوانی از برای ما. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما محضر گرامی. خوشحال هستم که امروز هم در کنار شما عزیزان حضور دارم. امروز گرد هم آمدیم تا یکی از بهترین روزهای سال را در کنار هم گرامی بداریم. روز مادر. مادر بهترین تحفه از بهشت است. وقتی واژه مادر را به زبان می آوریم قلبمان آرام می گیرد. هر چقدر در مورد مادران صحبت کنیم باز هم کم است. می خواهم با کلمه یک پارچه شعر
سخنان خود را به پایان رسانم. تمام دلخوشی هایم وفای مادرم باشد، ندارم هیچ پروایی دعای مادرم باشد. بهشتت را نمیخواهم خداوندا تو میدانی، هزاران جنت الفردوس فدای مادرم باشد. نمیخواهم من آوازی بجز آواز یک مادر، ببر با خود مرا آنجا صدای مادرم باشد، ببر با خود مرا آنجا صدای مادرم باشد. روز مادر مبارک. جان بادا فدایت مادرم، مادر خوبم، من قربان سر و پایت مادرم، مادر خوبم، قربان سر و پایت مادرم، مادر خوبم، دل و جان بادا فدایت مادرم، مادر خوبم. ای مادر، ای مادر، ای مادر خوبم. چی دارم از تو دارم، ای امیدم، ای یگانم، چو تو دلسوزی ندیدم در زمین و در زمانم. چی دارم از تو دارم، ای امیدم، ای یگانم، چو تو دلسوزی ندیدم در زمین و در زمانم. ای مادر، ای مادر، ای مادر خوبم. جان بادا فدایت مادرم، مادر خوبم، من قربان سر و پایت مادرم، مادر خوبم. دارم از تو دارم، ای امیدم، ای یگانم، چو تو دلسوزی ندیدم در زمین و در زمانم. ای مادر، ای مادر، ای مادر خوبم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم چند بیت در وصف مقدسترین کلمه دنیا یعنی مادر تقدیم کنم. مادر که بهشت زیر پای اوست و مهلک از جان بالاتر است. پیامبر خداوند صلی الله علیه و سلم فرمود الجنة تحت الاقدام الامهات، یعنی بهشت زیر پای مادران است. مادر ای جان جانم، فدای روی مهربانم، تو گل باغ دل منی، روشنی چشم و زبانم. خسته که شوم تو میفهمی، غمدار که شوم تو میدانی، دعای تو چراغ راهم، قربانت شوم ای مادرم. روز
روزت مبارک مادرم. مادر ای سرچشمه مهر و وفا، ای مایه آرامش و قلب و صفا، هر شب ز دعای دست به درگاه زدی تا دور شود باغ امید فردا. سپاس. اکنون ویدئویی که با زیبایی آماده کردم را ببینیم. من خالق روی زمین در مادرم روی زمین تاج سرم، خالق عمرم پاس داشتن روی چینها را او بهتر از سربخت بوده. آسمانی پر از ستاره، دشتی پر از گل، تقدیم به آنی که بهشتی را پایم جا دارد و مادرم که مهرش کعبه و دل تو. تمام دلخوشی هایم دفاع مادرم باشد، ندارم هیچ پروایی دعای مادرم باشد. بهشتت را نمیخواهم خداوندا تو اینجاست، هزاران جنت استعداد هزار مادرم باشد. نمیخواهم من آبادی و جون آبادی مادر. ببر با مرا آنجا هزاران مادرم باشد. ببر با مرا آنجا هزاران مادرم باشد. مادر زمین و پشته‌های مادری مادر است. یوسف جان رنگ علاقه مادر چیست؟ رنگ رنگ مادر است. افسا جان اگر مادرت یک هدیه باشد اسمش را چی میگذاریم؟ بهترین هدیه کمگیزی روز مادر مبارک. اگر برای مادرت یک اسم انتخاب کردی چی انتخاب داشتی؟ کرشمه مادر. اگر مادرت یک کتاب باشد چی اسم برایش انتخاب میکردی؟ همه مادر. کدام عادت‌هایی که مادرت دوست دارد؟ با تغییر چرا مادر را بعضی ها مثل یک کوه میگن؟ چون بشه محرم از جان. اگر مادرت یک فصل بود کدام فصل را انتخاب کردی؟ زیبایی فصل بهار. مادر یک ماهی رو حق مادر. آن از بعد انتخاب مادر توی. روزت مبارک مادر. روز مادر مبارک. اینی مادر مبارک. من انتخاب آنان نشان زرود کردم. الجنة تحت اقدام امهات، بهشت زیر پای مادران است. در آخر با تمام وجود میگوییم مادر دوست داریم و باید با جشن رسانه او کلام خود را به پایان میرسانید. بهار آمد نیامد بوی مادر، شدم پسمان چشم و روی مادر. نمی ارزد هزاران نوده گل با یک تار سفید موی مادر. عرق چین سرم دوختی تو مادر، در شب روز غمم سوختی تو مادر. خدا جان من را پیدا نمی کرد، نمی دیدی نمی سوختی تو ای مادر. قلم از دست من سر می آید مادر، زمین از اشک من تر می شه مادر. آن زمان که تو در حولی نباشی قیامت روز محشر می شه مادر. تشکر. مقدمتان سبز باد. روز جهانی مادر از طرف اداره مکتب و تمام مادران افغانستان بخصوص به مادران سرزمین ما افغانستان تبریک و تهنیت عرض می داریم. تمام شما بینندگان عزیز چینل یوتیوب فرازکست. قسمی که میبینین امروز روز مادر است. روز مادر واقعا یک موجود زیبایی هست و من هم امروز روز مادر را برای تمام مادران جهان تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. امروز آمدیم به مکتب هوشمند نوید. بسیار این مکتب عالی است. بسیار شاگردای خوب داره با استعداد، زحمتکش، استادای بسیار عالی و موفق.
پس تا آخر با ما همراه باشین تا بریم به صنفا و ببینیم که شاگردان عزیز برای ما چه گفتنی هایی دارن و چه شعرهای زیبایی دارن. دوستان عزیز آمدیم به طرف صنف سوم ذکور ببینیم چه گفتنی هایی برای ما دارن. سلام، خوب هستی؟ شکر. میشه خودت را معرفی کنی؟ اسمم مبشر است، متعلم صنف سوم مکتب هوشمند نوین. بله. قسمه که میفهمی امروز روز مادر است. با مادر چی گفتنی داری؟ روز مادر مبارک. ایره به مادر خودت گفتی یا به تمام مادران دنیا؟ و تمام مادران جهان. بله. صنف چندم هستی؟ سوم. کدام مضمون دوست داری؟ ریاضی. کدام شعر گفتنی داری بر بینندگان عزیزمون؟ خیر. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ فوتبالیست. فوتبالیست. انشالله که یک فوتبالیست موفق میشی. کدام بازیکن زیاد دوست داری؟ رونالدو. آفرین. کدام تیم زیاد دوست داری؟ رئال مادرید. آفرین. بسیار تشکر. خوش میکنم. دوستان عزیز دیدیم که بسیار یک مصاحبه عالی داد و واقعا من هم بنابرای خودم باز هم روز مادر رو تبریک میگم. سلام، خوب هستی؟ میشه خودت معرفی کنی؟ بله. اسم من است آور ولد سید ناصر صنف سوم علف. بله. کدام مضمون رو بیشتر دوست داری؟ انگلیسی. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ استاد. استاد. انشالله که یک استاد زحمتکش و موفق میشی. یادم رفت میخون. استاد چی شدی؟ میخوای استاد چی شوی؟ انگلیسی. از محیط مکتبت راضی هستی؟ بله. مضمون انگلیسی رو چقدر دوست داری؟ زیاد. استادت چطور؟ خوب است. استاد. خیلی خوب. آفرین. کدام شعر، مقاله، ترانه چیز داری؟ دارم درباره مادر. امروز روز مادر هم هست. میخوای از طریق دوربین بر مادرت روز مادر را تبریک بدی؟ بله. بسم الله الرحمن الرحیم. روز مادر بر تمام مادر جهان مبارک. و میشه شعرتم بخوانی؟ بله. اگر مادر نباشد زندگی نیست، به خورشید و فلک تابندگی نیست. خدا عشق است و مادر کعبه عشق، به خورشید و فلک تابندگی نیست. بسیار تشکر. قابلش نیست. دوستان عزیز دیدیم که واقعا یک شعر زیبایی را خوند. دوستان عزیز قسمی که میبینین شاگردان با استعداد خیلی زیاد است و ما حالا میخوایم با یک شاگرد با استعداد دیگر مصاحبه کنم و بخیر میریم طرف صنف بعدی. سلام، خوب هستی؟ خوب است، شکر. میشه خودت معرفی کنی؟ میشه. من شاید ولد اسماعیل شاه مکتب هوشمند نوین. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ پیلوت. کدام مضمون زیادتر سخت است؟ انگلیسی. انگلیسی؟ لایق هستی؟ بله. چندم نمره هستی؟ اول. آفرین. کدام مضمون زیاد خوشت میاد؟ ریاضی. استادت چقدر دوست داری؟ زیاد. اگه مدیر مکتب میشدی چی رو تغییر میدادی در مکتب؟ درس خواندن زیاد میکنم. زیاد میکردی؟ آفرین. کدام شعر، مقاله، ترانه گفتنی داری؟ بله. پس مادر خدمت گستی. مادر جانم سایه‌ات همیشه بالای سرم باشد، ای نور چشم‌هایم. بسیار تشکر. تشکر. دوستان عزیز قسمی که دیدیم واقعا شاگرد با استعدادی بود و قسمی که گفتیم بریم به طرف صنف بعدی. دوستان عزیز آمدیم طرف یک صنف با استعداد و موفق، صنف سوم اوناس. ببینیم که چی گفتنی هایی دارن و چی شعرهایی دارن. قطعا که دخترها با استعداد تر است. سلام، خوب هستی؟ بله. میشه خودت معرفی کنی؟ بله. اسم مدا صدیقی، مکتب هوشمند نوین، صنف سوم اوناس. بله. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ معلم. استادت دوست داری؟ بله. میخوای معلم چی شوی؟ معلم درس. معلم درس. از کدام مضمون؟ از انگلیسی. انگلیسی؟ در مضمون انگلیسی لایق هستی؟ بله. حالا کدام مضمون میخوانین؟ ولی انگلیسی. انگلیسی رو زیاد دوست داری؟ بله. آفرین. استادت چقدر دوست داری؟ زیاد دوست دارم. به نظر تو بچه ها لایق تر است یا دخترها؟ دختران. آفرین. کدام شعر، ترانه چیز داری؟ من شی دارم. در مورد چی؟ در مورد مادر.
امروز روز مادر هست، میخوای برای مادرت روز مادر رو تبریک بگویی؟ بله. روز مادر به همگی مبارک. آفرین. پس حال شعرت هم میخوانی؟ بله. کیست مادر نقشه ایجاد ما، کیست مادر بانی بنیاد ما، قلب او سرچشمه امید هاست، سینه او مشرق خورشید هاست، کیمیای زندگانی مادر است، رمز عشق جاودانی مادر است، هرچی دارم من همه از مادر است، پای تا سر شعله ام زن اخگر است. بسیار تشکر دوستان عزیز، دیدیم که واقعا یک شعر بسیار عالی را دکلمه کردن. بریم به طرف دوست دیگه ما ببینیم اونا چه گفتنی هایی دارن. سلام، خوب هستین؟ بله. میشه خودتان را معرفی کنین؟ بله. اسم دنیا، مکتب لیسه عالی خصوصیش من نوین، صنف سیوم اوناس. آفرین. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ دکتر. از محیط صنفت راضی هستی؟ کدام هنر رو زیادتر دوست داری؟ نقاشی، رسامی، دکلمه، چی را؟ نقاشی. نقاشی؟ چی نقاشی رو زیاد دوست داری؟ کدام نقاشی را؟ پیشک، چی را؟ اسب. اسب؟ آفرین. کدام رنگ؟ ککای. ککوی؟ کدام خوردنی رو زیاد دوست داری؟ ککو دوست داری؟ بله. آفرین. کدام مضمون رو زیادتر دوست داری؟ ریاضی. مادرت چقدر دوست داری؟ زیادتر. پس میخوای بر مادرت از طریق چینل یوتیوب برش روز مادر تبریک بگویی؟ حاول. پس مادر. روز مادر مبارک و مادر جان. شعر در ترانه چیز داری؟ کوی. پس بسیار تشکر. دوستان عزیز، دیدیم که واقعا یک مصاحبه عالی داشتن. بریم طرف دوست بعدی ما. سلام، خوب هستی؟ بله. میشه خودت را معرفی کنی؟ من اسرا، متعلم صنف سیوم ب از مکتب لیسه عالی خصوصیش من نوین. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ دکتر. کدام مضمون زیادتر دوست داری؟ انگلیسی. به نظر خودت در کدام مضمون زیادتر لایق هستی؟ ریاضی. ریاضی؟ باز من از استادت میپرسم. نه؟ کدام مضمون به نظر زیادتر سخت است؟ انگلیسی. انگلیسی؟ باز یادش داری؟ کم یاد. آفرین. کدام رنگ زیاد دوست داری؟ آبی. آفرین. خب گفتنی داری بر بینندگان عزیز ما؟ شعر، مقاله چیز داری؟ شعر دارم. در مورد چی؟ در روز مادر. مورد مادر. بله. پس هم روز مادر را تبریکی بگو و هم شعرت را بخوان. روز مادر بر تمام مادران مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. آن که می نازد همه دنیا به نامش مادر است، چون اصل شیرین کلامش مادر است. گرچه درس همت و غیرت به ما داد است پدر، گل اگر زیباست گلستانش مادر است. بسیار تشکر. خبرش نیست. دوستان عزیز، بسیار یک شعر زیبایی را دکلمه کردن. بریم طرف دوست موفق و عالی دیگر ما. دوستان عزیز، آمدیم به طرف کتابخانه لیسه عالی خصوصی هوشمند نوین. اینجا میبینین دخترای بااستعداد داره که دارن کتاب میخوانن و ازشان بپرسیم که چی کتابه میخوانن، کتاب چی فواید داره خواندنش و ببینیم که روز مادر را تبریک میگن و شعر یا مقاله‌ای که داشتن و چی گفتنی هایی دارن. پس با هم گوش بدیم که چی گفتنی هایی دارن و چه چیزهایی دارن برای ما. سلام، خوب هستید؟ شکر. میشه خودتان را معرفی کنین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سمیه هستم، متعلم صنف ششم از مکتب هوشمند نوین است. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ خواهیم تجار شد. آفرین. انشالله که بخیر میشی. کدام کتاب داری مطالعه میکنی؟ جهان بینی اسلام. به نظر تو فواید کتاب خواندن چیست؟ فوایدش چی فایده هایی دارد؟ مطالعه کردن فواید زیاد داره. میشه چند تاشو به آن نام ببری؟ قنان خوب میشیم، کتاب خواندن ما را خوب میکنه، حفظ ما را خوب میکنه، مطالعه کردن معلومات ما زیاد میشه. بله. کدام گفتنی چیزی داری بر مادرای عزیز؟ شعر گفتنی چیز داری؟ یک شعر کوتاه دارم.
در مورد مادر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. گر تمام عمر گشتم واژه‌ای دیگر نبود، مهربان بسیار دیدم هیچ کسی مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جدا. مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. بله واقعا مادر من خالق روی زمین بعد از خداست. بسیار تشکر. روز مادر و تمام مادرای جهان مبارک. بسیار تشکر. بسیار یک شعر عالی را دکلمه کرد. دوستان عزیز آمدیم طرف یک دوست موفق و با استعداد دیگه ما. اینجا هم کتاب پیشش است و هم کتابچه. ببینیم که چیکار میکنن و چی گفتنی های برای ما دارن. سلام، خوب هستین؟ شکر، شما خوب هستین؟ میشه خودتان رو معرفی کنین؟ من حسنا طاهری هستم، متعلم صنف ششم و در مکتب لیسه خصوصی هوشمند نوین درس میخوانم. شما چیکار میکنین؟ من کتاب مطالعه میکنم چون کتاب معلومات ما را بیشتر میسازه و بر ما فواید زیاده. بله. و چرا اینجا یک کتابچه هم همراهتان؟ این یگان چیزایی که زیاد مهم باشد در زندگی ما بسیار مهم است، باید ما را نوت بگیرم که او را به یاد داشتم. آفرین. کدام مضمون را دوست داری؟ ریاضی، انگلیسی را زیاد دوست دارم. میخوای در آینده چیکار شوی؟ دکتر. آیا از مکتبت و از محیط مکتب از استادان راضی هستی؟ بله، من از مکتبم، از محیط مکتب بسیار راضی هستم. استادای بسیار لایق است و مدیر من بسیار یک عالم دانشمند است و من میخوایم که مکتب ما بسیار در یک سطح بلند است، خود دیگه بلند. بله. رابطه استادتون با شما چگونه است؟ خوب است، درس خوب میده، سر ما کوشش زیاد میکنه چون بخوایم با آرزوهای ما برسیم. بله. و اگر مدیر مکتب میشدی چی رو تغییر میدادی؟ مکتب ما هم امکانات داره و نیاز نیست که من چیزی را تغییر بدم. بله. کدام گفتنی داری بر بینندگان عزیز ما؟ شعر، ترانه چیز داری؟ من شعر در وصف مادر آماده کردیم که میخوایم بخوانم. بهترین آهنگ در دنیا صدای مادر است، بهترین واژه های من برای مادر است. در جهان پرخطر بیمی ندارم تا ابد، حافظم از هر بلایی چون دعای مادر است. خسته ام از بیوفایی ها، دورنگی ها، دروغ، دلخوشی هایم در این دنیا وفای مادر است. بی نیاز از هر نیازم پادشاه عالمم، هر زمانی که سرم در روی پای مادر است. با دعایش می شود تا اوج در دنیا رسد، عاقبت خیری ما هم در رضای مادر است. بهترین همراه و همدم، بهترین سنگی صبور، خوش سعادت آن که در پیری عصای مادر است. من روز مادر از صمیم قلب به تمام مادران جهان، مخصوصا برای مادر خودم تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. بسیار تشکر. دوستان عزیز، در این مکتب با هر شاگردی که مصاحبه کنی واقعا دکلماتور عالی هستن، خیلی مقبول دکلمه میکنن، بسیار پیام های عالی دارن، بسیار شاگردان با استعدادی هستن و مثلا باورم نمیشه واقعا شاگردهای با استعدادی در لیسه عالی خصوصی هوشمند نوین. واقعا یک مکتب بسیار عالی است و بسیار شاگردان با استعدادی دارد. من واقعا تشکر میکنم از استادان این مکتب و از مدیر این مکتب که واقعا تلاش میکنن برای اینکه استعداد شاگردانشان را رشد بدن. سلام، خوب هستی؟ شکر، زنده باشی. میشه خودت را معرفی کنی؟ من هاجر هستم، متعلم صنف ششم در مکتب لیسه عالی خصوصی هوشمند نوین درس میخوانم. کدام کتاب را مطالعه میکنی؟ کتاب خطابت. بله. میخوای در آینده چی کاره شوی؟ دکتر میخوایم شم. دکتر چی؟ دکتر از بخش طب مالجوی، بخش جراحی قلب. بله. بزرگترین چالش در درس خواندن چی بود؟ مطالعه خوب است، کوشش زیاد است، درس خوندن. بله. امروز روز مادر است. شعر، مقاله، چیز یا گفتنی یا پیام برای مادران عزیز داری؟ یک جمله میگم، روز جهانی مادر به تمام مادران جهان کشور ما تبریک عرض می‌نمایم. بله، بسیار تشکر. دوستان عزیز، بسیار یک شاگردان با استعداد و زحمت کشی داره لیسه عالی خصوصی هوشمند نوین. بریم طرف صنف بعدی.
امروز آمدیم به طرف صنف نرسری ببینیم که چقدر شاگردای مقبول و دوست داشتنی هستن. سلام شاگردا، خوب هستین؟ آفرین، ماشاءالله چه انرژی دارین. درس میخوانین؟ کی یاد داره تا در بشماره؟ خیلی ما یک جای بخوانیم. صحیح است؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آفرین، ماشاءالله کلتان یاد دارین. تشکر.